مرده که گفت خدا خواهد نخواهد هر آن چیزی که خواهم میخورم و این حادثه ناخوش در چایخانه صادر شد. السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، پیش از خلاصه برآوردن از شما خواهش میکنم که این قصه را تا آخر خوب گوش کنید و بعدا فکرهای خود را حتما در کامنتاریا نویسید. مرد چنین گفت: روزی همراه دوستان و برادران از بازار خرید کردیم و خواستیم که جای نشسته از گذشته امان یاد کنیم، صحبت کنیم. همین طور وقتی به جای رفتیم که چند مرد آش کرده ایستاده بودند و یکی از ما گفت خدا خواسته باشد آش می‌خوردیم ده. در همین وقت یک مرد با عقل، هوشش در جایش، اما چی بلای زده بود که میگفت خدا خواسته باشد هم میخوریم، نخواسته باشد هم این آش را میخوریم. و مرد دیگری گفت هی آدم، کمی گپت را دانسته گپ زن. اگر همین آش را خدا خواهد میخوری، نخواهد چیزی خورده نمیتوانی. و او مرد نیز میگفت نه، من گفتم کو خدا خواهد نخواهد من میخورم. همین طور آش هم آماده شد. وقتی که آش را آوردند در میز گذاشتند، همه سرجم نشستیم. وقتی این مرد بار اول دستش را بر سوی آش دراز کرد و ناله را گرفته تا حال به دهان نآورده بود که مرد داخلی خانه دوان آمد و گفت ای بدبخت، پدرت در اونجا مرده خواب است، تو باشد در اینجا آش خورده ایستاده ای. و این مرد وقتی این خبر را میشنود چشمش پر از آب گریان به سوی همان حادثه دوان می رود. البته دوستان عزیز، بعضی از ما مقصد بسیار نعمت های خداوند را می خوریم اما شکرانه‌اش را به جا نمی آوریم و فکر نمی کنیم که این لقمه ها از کجا آمده ایستاده است، آیا حلال است یا اینکه حرام. و این گونه حالت ها بسیار است و بسیار کارهای ما میکنیم اما نمیگوییم که خدا خواهد یا اینکه خدا خواسته باشد و فکر میکنیم که هر آن چیزی که ما میخواهیم همان میشود. نه، هر آن چیزی که پروردگارمان میخواهد همان میشود. نه گفتی منو، نه گفتی شما، نه گفتی دیگران. فکر میکنم موضوع امروزمان بهر شما پسند آمد و معنیش را خوب درک میکنید. خب دوستان عزیز، سلامت باشید. خدا یار و مددگار شما باشد.